اشرف بدون اینکه بزنم عقب میتونی بگی چند کیلو داشت وزنه میزد؟ اطلاعی ندارم. مش رفیقاتونو همیشه باید اینطوری بگید. بفرست برای رفیقت بعد ازش بپرس. سرین الان مگه میشه واقعا دختر یا پسری اکس نداشته باشه؟ حاجی ما ایرانی‌ها خیلی ناشکری. چرا؟ تو چند سال ایران نبودی نمیدونی؟ چند سال پیش روزی 2 ساعت برق میرفت. 2 ساعت. ما کفر میگفتیم، ناشکری میکردیم، فوش میدادیم. خب الان چجوری میره؟ الان نگاه بکن. برق که میره با دکل میره. خارج. شد یکی صداقت داشته باشی، یکی اخلاق داشته باشی، یکی هم بار خوب نمونهش هم براتون الان میبرم بفرست براشون. به به. خدا بده برکت، خدا بده برکت به این بار. بسم الله الرحمن الرحیم. وایسا بار خوب است. البته